وقتی که عاشقان به شب راز کنند، گرد در بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. الله همیشه آنلاینه، کافیست که دلتو به روز رسانی بکنید. اون موقع میبینید که همیشه در کنارته و همیشه در کنارت هست و خواهد بود و تو رو تنها نمیذاره. آقای شریعتی، دکتر علی شریعتی، یک مناجات خیلی زیبایی داره، گوش بدید. برای عزیزانم میخونم این کلام زیبا، این جمله زیبا وقتی خداوند الهام میکنه به یکی از بندگانش. در مناجاتش میگه ای خوب خواستنی، ای خوب خواستنی. چطوری با خودش صحبت میکنه؟ با ربش صحبت میکنه. ای خوب خواستنی، تو بهترین خواستنی هستید، تو خوبترین خواستنی هستید، تو خوبترین خواستنی هستید که من باید بخوام. من تو رو میخوام، منظورش اینه. من خدای خودم رو میخوام. من رب خودم رو میخوام که گمش کردم، به خدایان باطل چسبیدیم. رب یعنی چی؟ وقتی میگی یا رب یعنی چی؟ یعنی ای خدای خودم، ای مهربان خودم، ای رب خودم. فکر میکنی که مال خودت تنهاست. شکر خدا میکنیم که خدا انحصاری نیست، مال شیخ ها و ملا و آخوندا نیست. خدا مال همه است، همیشه آنلاین، نیازی به من نداره و امثال من. مال همه است. کافیست که تو خلوت خودت دستتو بلند بکنید، اونجا احساس میکنی وقتی میگی یا رب، ای رب خودم، ای خدای خودم، احساس میکنی که اون لحظه مال خودت تنهاست. آقای شریعتی چی میگه؟ ای خوب خواستنی. مؤدب باشیم با ربمون. اکنون مناجاتش از اینجا شروع میشه. اکنون دستان نیازمند و اکنون دستان دردمند و نیازمند خویش را بر آستان نیلوفرینت میگشایم. آستان نیلوفرینت، گل نیلوفر تو آب در میاد، برگه های پهنی داره که پهن میشه روی آب، برگه های بنفشی که آدم رو دیوانه میکنه. ساحت خدا رو آقای شریعتی تشبیه میکنه به زیباترین گلها. سبحان الله. الله خالق زیبایی هاست و ما تا این زیبایی های خلقت رو نبینیم ایمانمون کامل نخواهد شد. اکنون دستان دردمند، من درد دارم، من درد دارم که دستمو بلند کردم، و نیازمند. سبحان الله. یا ایها الناس، الله داره میگه انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همتون به درگاه خدا نیازمند و فقیری. اللهی که صمده، از همه بی نیاز و همه به او نیازمند. بریم کتاب‌های اسماء الحسنا رو مطالعه بکنیم. 99 اسم پاک و مقدس. اگر بفهمیم پیام‌هاشو دریافت بکنیم، بهش اعتقاد داشته باشیم و دستورالعمل زندگیمون قرار بدیم، زندگیمون متحول میشه و زندگی کسانی که باشون مرتبط میشیم ارتباط برقرار میکنیم، اونها رو متحول میکنیم. عزیزان من،
اگه بنده خدا شدید دو تا ویژگی پیدا میکنید. امید میشید برای زندگی برای همه. بندگی خدا بکن تو امیدی میشی برای زندگی برای دیگران. و دوم همدلی و همگرایی ایجاد میکنید. اگر تو بنده واقعی خدا شدید مردم به تو امید پیدا میکنن، افسردگی از بین میره، از کانال تو به خداشون میرسن، خداشون رو پیدا میکنن، گمشده هاشون رو پیدا میکنن. اگر تو بندگی خدا کردید همگرایی و همدلی ایجاد میکنید. چقدر خوبه که حرکت‌های ما، گفتار ما، کردار ما، تعامل ما، مهربانی ما، مهرورزی ما، اخلاق و رفتار ما و تعامل ما طوری باشه که امید به زندگی ایجاد بکنه برای اونایی که امیدشون از دست دادن و همگرایی و همدلی ایجاد بکنه بین خلق خدا، بندگان خدا. همه رو به هم وصل بکنیم، منسجم بکنیم، اختلاف و کینه و دشمنی و بغض و حب انتقام رو از بین ببریم. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اکنون دستان دردمند و نیازمند خویش را بر آستان نیلوفرینت میگشایم و از تو برای همسایه مان که نان مرا ربود نان، برای یارانی که دل ما را شکستن مهربانی. خوب این مناجات رو گوش بدید. و اکنون از تو برای همسایه من که نان ما را رو بود، تلاش میکرد که روزی ما کم بشه، ما گرفتار بشیم، حسود بود، خودخواه و متکبر بود. نان ما را رو بود نان، برای عزیزانی که دل ما را شکستن مهربانی، برای یارانی که روح ما را آزردن بخشش. سه تا جمله دعا میکنه. از تو برای همسایه من که نان را رو بود نان. سبحان الله، چقدر دلش بزرگه. اونا نانو از ما گرفتن و ما دعا میکنیم که خدایا تو نان بهشون بده. نان ما را بریدن ولی ما دعا میکنیم خدایا تو بهشون نان بده. برای یارانی که دل ما را شکستن دعای مهربانی میکنیم. برای عزیزانی که روح ما را آزردن بخشش. حالا برای خودش چه میخواد؟ این نقطه خیلی مهمه. این برای دوستانشون، کسانی که جفا کردن فلان. حالا برای خودش چه میخواد؟ و برای خیشتن خیش، یعنی برای نفس خودم خیش، برای خیشتن خیش آگاهی. من آگاهی میخوام، معرفت میخوام. معرفت من، آگاهی من، استعداد من، هوش من، فکر منو بلند کن. به من آگاهی بده، معرفت بده. سبحان الله. برای اونا طلب نان کرد، طلب فلان کرد، برای خودش آگاهی میخواد. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دیگه چی میخواد؟ دو تا تقاضا کرده و برای خیشتن خیش آگاهی. مصرع دومش عشق و عشق و عشق میطلبه. سه بار گفت عشق و عشق و عشق. اما برای خیشتن خیش آگاهی، عشق و عشق و عشق میطلبم. در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید، مار از حال بهشتیان ننگ آید. بر بی تو به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت بر دلم تنگ آید. هر جا که عشقم باشه، محبوبم باشه، اونجا بهشت منه. یا رب هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند.